شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 37. بشین دم شو. تو اینجا با ما بسیار نقاره نوازی کردی. اکنون من گپ میزنم. کمبودی یک آدم رو به گردن یک خلقی تمام بار کردن لازم نیست. با یک بیخ درخت بیشه نمی شود. حتی با 3 بیخ درخت هم. حتی 100 بیخ درخت هنوز بیشه نیست. مسئله زبانهای ما مسئله دشوار. این گره از گره هایی است که وقتی بستن ارغمچینی تر پیدا می شوند. یک وقتا عقیده داشتن که راه آسانی حل مسئله چونی وانمود کردن که این گونه مسئله وجود ندارد. دربارش سخن نکشادن، با آن دخالت نکردن، این است حل مسئله. اما این مسئله وجود دارد. در زمانهای پیش یگان چیز مانند نیزای ملی آدمان را مجبور نمی کرد که هر زمان به شمشیر دست برند. یک مصاحبه مطبوعاتی که در مخچقله برگزار شده بود به یادم می آید. 38 خبرنگاری مقیم مسکو که نماینده 29 دولت گوناگون بودند به داغستان آمدند. آنها اول رفته اولها را دیدند، با کوهستانی زنانی ما گفتگوها کردند، سپس برای مصاحبه مطبوعاتی جمع آمدند. فوتوآپارات و کامراها شرق کنان به کار در آمدند. خبرنگاران قلم‌های خود را تیز کردند و کاغذهای تازه را پیشتر کشیده تیار شدند. همه به سر میزی کلان نشستیم. در بینمون ابوطالب از همه کلان سال بود. بنابراین با او سپاریدند که مصاحبه را آغاز نماید. ابوطالب چنین سر کرد: خانم‌ها و جنابان رفیقان، مصاحبه را با چنین سخن‌ها آغاز کردن در کارگویان ما با او یاد داده بودیم. آن طرفش را خودش گپ زد: بیایید شناس می‌شویم. انا این خودی من، انا اینها شاعران مشهور ما. ابوطالب صورت‌های به دیوار آویخته را نشان داد. از آن صورت‌ها به سوی مهمان‌ها با تیرای قزاق، محمود، سلیمان، غمزت، افندی می‌نگریستند. ابوطالب درباره هر یکی از این شاعران چند سخن گفت که از کدام قوم است، که به کدام زبان شعر میگفت، چی روزگاری داشت، به چی پایه رسید. هنگامی که نوبت به صورت خودی ابوطالب رسید و ذره هم خجالت نکشیده شرح داد: انا این خودی من، لیکن گمان نکنید که من به سر این میز از دیوار آمدم. من به دیوار از اینجا از سر همین میز افتادم. بعد از این ابوطالب شاعرانی در سر میز نشسته را به مهمانان شناسانید و علاوه نمود: ممکن برای بعضی از اینها در دیوار جای یافت شود. شناس شود: احمد خان ابوبکر، زرگری کوبچگی، نویسنده خلقی داغستان. فضو و موسی زن و شوهر در یک عائله، 2 نویسنده، 2 رمان نویس، 2 شاعر، 2 درامه نویس، بعضا یک جای می نویسند، بعضا جدا جدا. متعلب میتعرف، داماد خلق اور، شاعری تبصرن. شاه امیر مرادف، کبوتر سل، شاعری لزگی، همیشه درباره کبوترها شعر میگوید. جام الدین حجنویس ما، مارک توین ما، هم لیتفاند ما. انور شاعری خلقی داغستان، سرمحرر 5 مجموعه ادبی ما. ترونوف نویسنده روس که در داغستان زندگی میکند. خیزگیل ابشالوموف نویسنده تات که هم به زبان مادریش اثر می نویسد، هم به زبان روسی. ابوطالب باز نویسندگان دیگری داغستان را به مهمانان شناسان مجبور کرد که بودوی، سلیمان، ساشا، گراچ، ابراهیم علیرضا، مجید عاشق، روتولسکی یک یک از جای برخیزند. او مهمانان را با محرران مجموعه های ادبی شناسانید و سپس گفت: از روی آداب مهمانداری ما حق نداریم که نام مهمانان را بپرسیم. همین 10 مهمانان همه به نوبت از جای برخاسته خود را شناسانیدند که از کدام مملکت، کی از کدام روزنامه. پس از این چنان که در مصاحبه مطبوعاتی بیباید سوال و جواب سر شد. سوال: شما اینقدر زبان، اینقدر قوم دارید، خرج و مرج بابلیستان برین
گپ یکدیگر را چخیل میفهمی؟ ابوطالب جواب میدهد زبانهایی که ما با آنها گپ میزنیم گوناگونند. زبانهایی که در دهان ما اند یک خیلند. دست به سر دل گذاشته این خوب میفهمد، گوشای خود را کشیده اما اینها بعد. سوال: من خبرنگار روزنامه بلغارستان، بگویید آیا در بین زبانهای گوناگون داغستان به درجه که بین زبانهای بلغاری و روسی هست قرابت وجود دارد؟ ابوطالب جواب میدهد زبانهای بلغاری و روسی برادران همتن. زبانهای ما به یکدیگر حتی بچه عمک بچه نیستند. کلمه های یک خیله تماما وجود ندارند. در بین نویسندگان ما یک نوع گروه بازی می شود، لیکن در زبانهایمان یگان خیل گروه بازی نیست. هر یک زبان خود به خود وجود دارد. سوال: زبانهای شما به کدام زبانها قرابت دارند؟ به کدام گروه زبانها تعلق دارند؟ ابوطالب جواب میدهد تاتا میگویند که زبان تاجیکی را میدانند و غزلیات حافظ را خوانده میتوانند، ولی من از آنها سوال میکنم اگر شما زبان سعدی و خیام را دانید پس چرا آنها برای نمی نویسید؟ در زمان پیش خواستگاران داماد را تعریف کنان میگفتند وی زبان قمیقی را میداند. این گپ چنین معنی داشت که داماد آدمی خیلی دانشمند است و همراه وی باشی در نمیمانی. در حقیقت اگر قمیقی را فهمی زبانهای ترکی، آذری، تاتاری، بلقری، قزاقی، ازبکی، قرقیزی، باشقردی و بسیار زبانهای دیگری به هم نزدیک را فهمیده میتوانی. آنگاه اثرهای حکمت، قیسین قلیف، مستی کریموف را بی ترجمه خواندن ممکن، اما زبان من بغیر خودی مالکا آن را مگر عالمان میفهمند که برای آموختن و رساله دکتری نوشتن سالهای زیاد را صرف کردند. یک لکی مشهور تمام دنیا را دور زده به حبشستان افتاده است و در آنجا وزیر شده است. او گفته است که یکان زبانی به زبان لکی ما مانند را دوچار نکرده است. عمر حاجی: زبان ابری ما هم به یگان زبان مانند نیست. ابوطالب: زبانهای بدرقی، لزگی، تبصرنی مانند هم نیستند. سوال: شما این زبانهای مختلف را چه خیلی یاد گرفتید؟ ابوطالب: در وقتش من سراسر داغستان را بسیار گشتم. به مردم سرود لازم بود، به من نان. اگر به اولی بیگانه درای او زبانی مردمش را ندانی حتی سگانش بدخشمتر شده در میافتند. احتیاج مجبورم کرد که زبانهای داغستانمان را یاد گیرم. سوال: در هر حال از خصوصی نشانه های قرابت و فرقیت زبان ها مفصل تر نقل کردن ممکن نیست. چه خیل شده است که در یک مملکتی خرد چون زبان های گوناگون پیدا شدند؟ ابوطالب: در بابت قرابت و فرقیت زبان های ما کتاب های زیاد انشا شدند. من عالم نیستم، لیکن در این بابت تصورات خود را عرض می کنم. انا همین جا ما نشسته ایم. بعضی از ما در کوهستان تولد یافته به وایه رسیدند، بعضی در همواری، یکی در جایهای سرد، دیگر در جایهای گرم. این در ساحل دریا، آن در ساحل بحر. بعضی در جایی که زمین هست و برزگاو نیست، بعضی در جایی که برزگاو هست و زمین نیست. بعضی ها در جای تولد شدند که آتش هست و آب نه، دیگران در جایی که آب هست و آتش نیست. آنجا گوشت، اینجا نان، باز آنجا میوجات هم. در آنجایی که پنیر بود کله موشا پیدا شدند. در جایی که گوسفندان میچریدند گرگ ها پیدا شدند. غیر از این تاریخ، جنگ ها، جغرافیا، همسایه ها گوناگون، طبیعت. کلمه طبیعت در زبان ما دو معنی دارد. یکی زمین، گیاه، درخت، کوه، دیگر مشرب آدم. طبیعت گوناگون باعثی در جایهای گوناگون پیدا شدن نام ها و قانون ها و عادت های گوناگون گردیده است. در جایهای گوناگون به طرز گوناگون پاپخ میپوشند، به طرز گوناگون لباس میدوزند، به طرز گوناگون خانه میسازند، در سر گهواره سرودهای گوناگون میخوانند. محمود تنبوری دوتاره نواخته سرودهای خود را میخواند. تنبوری ایرچی قزاق 3 تار داشت. سلیمان ستالسکی لزگی تار مینواخت. تار یک نوع اسباب‌های موسیقی را از روده بز، نوع دیگرشان را از سیم می ساختند. خلقها بسیارند و هر کدام عادتهای خود را دارد. در همه جا همین خیل. آدم تولد می شود،
یک خلق کودکش را غسل تمهید می دهد، خلق دیگر ختنه می کند، خلق سیوم برایش شهادت نامه تولد می نویسد. آدم به وای رسد، عادتهای دیگر دختری را برایش خواستگاری می کنند. ضمناً خواستگاری عرف و عادت است. من گفتنی بودم که آدم زن می گیرد، یعنی باز عادتهای دیگر عمل می کنند. برای نقل مراسم های تویانه داغستان یک روزی دراز هم کفایه نمی کند. کسی از شما خواهد ما با وی کتابی عادتهای خلقای داغستان را هدیه می کنیم، به خانه که برگشتید می خوانید. سوال: عادتهایتان گوناگون، زبانهایتان گوناگون، پس شما را چی نزدیک و قریب می کند؟ ابوطالب: داغستان. با ما گفتند که معنی این کلمه کشور کوهستان است، پس داغستان فقط محل است؟ ابوطالب: نام محل نه، نام وطن، نام جمهوری. این کلمه هم برای آنهایی که در کوههای بلند و هم برای آنهایی که در وادی‌ها زندگی می‌کنند یگانه است. نه داغستان تنها مفهوم گئوگرافی نیست. این کشور سیمای خود، تمنای خود و آرزوهای خود را دارد. تاریخ عمومی، تقدیری عمومی، غم و شادی عمومی است. مگر عضو به درد آید عضوهای دیگر را قرار میماند؟ ما چنین سخنهای عمومی هم داریم به مانند اکتبر، لنین، روسیه. این سخنها را به هر یک زبان ترجمه کردن حاجت نیست. به این هم فهمایند. ما نویسندگان بسیاری داریم، هر گونه بحثا به میان می آیند، ولی از روی این سه کلمه میان ما یگان اختلاف وجود ندارد. شما میفهمید؟ سوال: این به ما فهماست، اما یک چیز دیگر را پرسیدنیم. امروز من در یکی از روزنامه‌ها شعر عدالله علیف را خواندم. آن را به زبان روسی اناتولی زایتس ترجمه کرده است. در آنجا نوشته شده است که این ترجمه از داغستانی است. این چه زبان است؟ ابوطالب: این زبان را من هم نمیدانم. دیروز من عدالله علیف را دیده گپزنان کرده بودم. دیروز وی آور بود. نمیدانم به وی چی شده است، لیکن آسوده باشد، این صحب است. سوال: در امریکای ما هم ملت و زبانهای گوناگون بسیارند، اما زبان اساسی زبان دولتی انگلیسی. تمام کارگزاری حجت نویسی به همین زبان. در جای شما چی؟ کدام زبان اساسی؟ ابوطالب: برای هر یک از زبانی اساسی زبانی مادریش. کسی که کوهستان خود را دوست نمی‌دارد به وادی‌های کسی دیگر هم دل بسته نمی‌تواند. در خانه‌ات خوشبخت نباشی، در کوچه هم خوشبخت شده نمی‌توانی. کسی که برای مادر خود توف کرده است برای زنی بیگانه هم توف می‌کند. هنگامی که کس به دست شمشیر گرفتنی و یا دست دوست را سخت فشردنی می‌شود، همه انگشتان دستش اساسی اند. سوال: من داستان متعلب میترف را خواندم. وی در داستان خود میگوید که نه آور است، نه تات، نه تبصرنی، بلکه داغستانی است. با این چی میگوید؟ ابوطالب با نگاهش میترف را جسته: های میترف، من کیها میدونستم که نه آور استی، نه قمیق، نه تات، نه نوغای، نه لزگی، لیکن تبصرنی هم نبودنت را بار اول میشنوم. تو کیستی نباشد؟ شاید پگاه نویسی که تو متعلب هم نیستی و میترفم. مثال من ابوطالب غفورف. من اول این که لک، دوم این که داغستانی و سوم این که شاعری مملکتی شوراها. یا که برعکس هم گفتن ممکن. اول این که من شاعری شوروی، دوم این که در جمهوری داغستان زندگی میکنم، سوم این که ملتم لک و به زبان لکی اثر می نویسم. این همه در وجود من جدایی ناپذیر است. این گنجی از همه پربهای من است. من از هر کدام این سه گنج دست کشیدن نمی خواهم. برای هر کدام آنها من به دم آتش خواهم رفت. سوال: خبرنگار از جمهوری دموکراتی آلمان. اینک در دست من کتابی نامزد علم طب رفیق الیکشیف، نامش دراز عمری در داغستان. او در این کتابش درباره آدمان عمرشان از حد گذشته می نویسد و اثبات می کند که داغستان از جهت دراز عمری در اتحاد شوروی جای یکم را می گیرد. اما در جای دیگری کتاب می گوید که تدریجاً به هم نزدیک شوی ملت‌ها مشاهده می شود و برای در آینده در داغستان به وجود آمدن زبان یگانه کیها زمینه پیدا شده است. پس از یک چند سال گویا آور هم، درغی هم، نوغی هم خود را داغستانی خواهد شمرید و در شناسنامه‌اش چنین خواهد نوشت. من مقاله باز یک عالمتان را هم خواندم و میگوید که
ادبیات شما کیها حد و حدودهای قومی را شکسته به ادبیات عمومی داغستانی تبدیل یافته ایستاده است. از بس که نامزد دکترای علم در کتاب مقاله‌های خود چنین مسئله ها را میبرارند، پس این مسئله ها مهم و عمیقند. ابو طالب رفیق الکشیف را من هم میشناسم و اصلا از ناحیه ما. این عالم به نزد بسیار پیرمردان رفته است تا که آنها از حیات خود حکایت بکنند، اما با گمان است که فکری از همین قوم یک قوم تشکیل کردن را به او یگان پیری معتبر القا کرده باشد. این حاصل فکری خودش. من این خیل میچورین چیان را بسیار دیدم، از که زبانهای گوناگون را به هم آمیخته در لابراتواری های خود زرگوش ها را آزمایش کردگی برین تجربه ها گذرانیده یک زبان پیوندی حاصل کردن میخواستند. 7 تئاتر ملی داغستان را به یک تئاتر متحد کردن میخواستند. از 5 روزنامه ملی داغستان یک روزنامه تشکیل کردن میخواستند. بخشای بسیاری اتفاقی نویسندگانمان را به یک بخش مبدل کردن میخواستند، اما این کار مانندی آن بود که درختی سرشاخ و برگی را کل کرده به یک تنی راستی خشک و خالی تبدیل میدهند. سوال: من مخبر روزنامه هندوستان. در هندوستان ما هم زبانهای بسیاری هست، هندو، اردو، بنگالی. بعض ملتچیان میخواستند که محض زبان آنها زبان دولتی تمام هندوستان باشد. برای همین شده بحث و مناظره و حتی خونریزی ها به میان آمدند. آیا در جای شما هم چنین حادثه ها روی نمیدهند؟ ابو طالب: در جای ما هم چنین مناقشه بار میان 2 پسرک روی داده بود. 2 بچه، یکی اور و دیگری قمیق، سوار یک خر می رفتن. اورچه چنین فریاد می زد: خیا خیا خیاما. قومی بخش این طور می گفت: ایش ایش اشک. معنی هر دو کلمه هم خر است، اما بچه ها چنون خرخشه کردند که عاقبت هر دو از خر افتیدند و به خیامو به اشک ماندند. به فکرم این مناقشه کودکانه است. ما زبانهای خود را به درنده تبدیل نمی دهیم. زبانهای ما یکدیگر را نمی خواهند. در عرفیت ما باز این طور می گویند: نادان همسایه اش را نه می زند، نادان اولی همسایه را نه می زند، نادان ملت کشورهای دیگر را نه می زند. کسی را که در حق یک زبانی دیگر بدگویی می کند در جای ما آدم نمی شمارند. سوال: یعنی گفتنی هستید که از این خصوص در جای شما نه بحث و مناظره شده است نه نزاع و نفاق؟ ابو طالب: بحث و مناظره شده بود، اما به زبانهای ما یگان کس یگان وقت تهدید جدی نکرده است. به ناممان همچنین بگذار هر کس به زبان دلخواهش خط نویسد، کتاب خواند، سرود بگوید، گپ زند. چیزی را بد یا خوب، درست یا نادرست، زیبا یا زشت گویان بحث کردن ممکن است، اما زبانها و خلقها یا قومهای تمام مگر نادرست، بد یا زشت می شوند؟ اگر فرضاً از این خصوص بحث به میان می آمد، در آن بحث نه کسی غالب می برآمد و نه کسی مغلوب می شد. سوال: با وجود این، اگر در داغستان یک ملت و یک زبان وجود می داشت بهتر نمی بود؟ ابو طالب: بسیار کسان همین طور می گویند: اگر ما یک زبان می داشتیم. رجب الدین لنگ در اساس هجومش به گرجستان به شاه عراق گفته بود: همین این بلای و مصیبت از آن سبب سر زد که ما زبان یکدیگر را نمی دانیم. حاجی مراد به هیدک تبصراً به امام خود چنین نوشته بود: ما زبان یکدیگر را نمی فهمیدیم. البته هنگامی که آدمان یکدیگر را به آسانی از کلامی نخست می فهمند بهتر است. بسیار مشکلی ها آسان می گردیدند. با زحمت اندک به بسیار چیزها کامیاب می شدیم. اما به فکرم در خانواده فرزند بسیار باشد این هیچ بدی ندارد. خانواده باید به هر کدام فرزندان غمخواری بکند. خیلی کمند پدر و مادرانی که رفته رفته از سرفرزندی خود پشیمان می شوند. یکی می گوید: خیر زبانی ما از حدود دربند آن طرف بکی در کار، از او سرگپ ما را هیچ کس نمی فهمند. دیگری می گوید: زبانی ما از عقبه عرقین آن طرف بچی در کار می آید. سیومی شکوه می کند: سرودهای ما تا لب بحر هم نمی رسند، اما آنها خیلی شتاب کرده زبان مادری خود را به بایگانی سپردنی می شوند.
سوال: در خصوص تقویت چی میگوید ابو طالب؟ تقویت میان آدمان بیگانه بلکه آدمان غیر لازم است. برادران به تقویت حاجت ندارند. سوال: لیکن برای آن که برادر به برادر گپ زند زبان یگانه لازم است. ابو طالب: ما چنین زبان داریم. سوال: کدام است آن؟ ابو طالب: زبانی که حالا ما و شما با آن گفتگو میکنیم، زبان روسی. این زبان را ابر هم میفهمند، درغی هم، لزگی هم، تات هم، همه میفهمند. صورتهای لرمونتوف، پوشکین، لنین را نشان میدهد. ما و آنها زبان یکدیگر را نغز میفهمیم. سوال: من اثری 2 جلده رسول غمزاتوف را خواندم. او در جلد یکم در شعری زبان مادری زبان اولی را ستایش میکند، اما در جلد دوم در شعری که همچنین زبان مادری نام دارد به زبان روسی ثنا میگوید. آیا به 2 اسب یک باره سوار شدن ممکن است؟ ما باید به کدام غمزاتوف باور بکنیم؟ به غمزاتوف جلد یکم یا به غمزاتوف جلد دوم؟ ابو طالب: به این سوال خودی رسول جواب دهد بهتر است. رسول: من هم گمان میکنم که به 2 اسب یک باره سوار شدن ممکن نیست، اما 2 اسب را به یک عرابه بستن ممکن. بگذار کشند 2 اسب 2 زبان داغستان را به پیش میبرند. یکی از آنها زبان روسی، دیگری زبان ما. برای اور اوری، برای لک لکی، برای هم زبان دومی مادری هم همچنین عزیز است. همین زبان مرا از این کوهها، از این پیرهه ها گذرانیده به پهنای زمین، به عالمی بزرگ و با شکوه و نازنین برآورد. زبان مادری را زبان مادری میگویم، من دیگر خیلی گفته نمیتوانم. سوال: به همین مناسبت من از رسول غمزاتوف باز یک چیز را پرسیدن میخواهم. و در شعرش می نویسد: اگر فردا زبانی من بمیرد، من اولا مردنم امروز خوانم. لیکن در جای شما این طور هم میگویند وقتی که کلان می آید خرد باید از جای بخیزد. اینک زبان روسی آمد، آیا زبانهای محلی جای خود را به آن نمیدهند؟ مگر کار به همین آید شده نیستاده است؟ اگر به عبارت شما بگوییم 2 پاپاخ را یک بار به سر پوشیدن ممکن نیست، یا یک بار 2 سیگار را به دهان گرفتن، چه حاجت؟ زبانها نه پاپاخند و نه سیگار. یک زبان به زبان دیگر دشمن نیست. سرود دیگر را محو نمی کند. بنابراین که پوشکین به داغستان آمد، محمود نباید کشور خود را ترک بگوید. جایی به تیر را گرفتنی لرمونتوف حاجت نیست. اگر دوستی خوب دستت را بفشارد، دستی تو در دستی وی نیست شده نمی رود، بلکه گرمتر و قویتر می گردد. زبانها سیگار نیستند، بلکه شمع زندگی هست. من 2 شمع دارم. یکی راهی مرا از تریزی خانه پدر استاده منور میکرد. آن شمع را مادرم افروخته بود تا که من راه گم نزنم. اگر این شمع خاموش گردد، در حقیقت شمع زندگی من هم خاموش می شود. حیات من جسمن محو نگردد هم غرق ظلمت می شود. شمع دوم را مملکتی بزرگم، وطن بزرگم روسی افروخته است تا که من هنگام رفتنم به سوی جهانی بزرگ راه گم نزنم. به این شمع زندگی من تیره و تار و ناچیز و نادرکار خواهد شد. ابو طالب: سنگی را یک دسته از سر کیف برداشتن آسانتر یا 2 دسته از زیر سینه؟ سوال: با وجود این کوهستانیان بونه‌هایی را که در آنها مادرهاشون شمع افروخته اند ترک کرده به همواری میکوچند. ابو طالب: اما وقتی کوشیدن زبان خود و نام خود را همراه میبرند، پاپاخ را هم فراموش نمیکنند، از تریزه هاشون هم خودی همان چراغ روشنی میدهد. سوال: لیکن در محلهای نو بسیار جوانان به دختران قوم‌های دیگر خانه‌دار میشوند. آنها به کدام زبان گپ میزنند؟ بعد فرزندان آنها به کدام زبان گپ میزنند؟ ابو طالب: در بین مردم ما یک روایت قدیم است. جوانی به دختری از قوم دیگر دل میدهد و میخواهد با او خانه‌دار شود. دختر میگوید من به تو میرسم، اما 100 شرط دارم. به جا میآری؟ جوان به اجرای شرطهای او شروع میکند. دختر اول مجبور میکند که جوان به شخ یگان پیمانک نداشته چسبیده برآید. ثانی میفرماید که خود را از نوگ آن شخ هوا دهد. جوان خود را هوا میدهد و پایش آسیب مییابد. سپس شرط سیوم میگذارد که جوان راه گردد و نلنگد. خیر نمیلنگد. خلاص شرطهای زیادی میماند. خورجین را تر نکرده، از دریا گذشتن، اسبی در تاز را نگاه داشتن، اسب را به زانو شیناندن و حتی سیبی به سر سینه عروس شوندش گذاشته را 2 پاره کردن. جوان 99 شرط را به جا می آورد.
یک شرط میماند. بعد دختر میگوید اکنون از بحر پدر و مادرت و زبانت گذر. بعد این گپ جوان پریده به اسب سوار می شود و اسب را یک خمچین زده تماما می رود. سوال: این افسانه عجیب، لیکن حقیقت چه خیل است؟ ابوطالب: حقیقت همین که وقتی خانه‌دار شوی عروس و داماد بسیار شرطها را به عهده میگیرند، اما کسی را کسی مجبور نمی کند که از بحر زبان خود گذرد. برعکس هر کدام میکوشند که زبان یکدیگر را بفهمند. حقیقت همین که ما فرزندانی از زبان پدر و مادر خود به بهره را دیده علم میکشیم، آنها را طعنه و ملامت میکنیم. دیرین گذشته خودی فرزندان هم پدر و مادر را برای آن طعنه میزنند که آنها زبان خود را با فرزندان خود نآموختند. بدبختند این گونه مردم. حقیقت همین که ما در روبروی شما نشسته ایم. اینک شعر و حکایه و قصه های ما، کتاب های ما، اینک روزنامه و مجله های ما، آنها با زبان های گوناگون نشر می شوند. سال به سال زیادتر و زیادتر نشر می شوند. مملکتی بزرگ زبان های ما را به دوری ها می برد و به این زبان ها حکم قانون داد. آنها را برقرار کرد و آنها مانند ستاره های آسمان رخشان شدند. حرف می زند ستاره اکنون با ستاره. ما دیگران را می بینیم، دیگران ما را. اکنون این نمی بود شما هم درباره ما چیزی نمی شنیدید، بر ما توجه نمی کردید، این ملاقات هم میسر نمی شد. چنین است حقیقتی ها. سوال و جواب به نظر چنین می نمود که اگر وقت می بود آن نشست هرگز به آخر نمی رسید. همین خلقها در همین زمان ها از خصوص زبان گفتگو داشتند و گفتگو دارند، اما هیچ نه که این گفتگو به پایان رسد. این مصاحبه مطبوعاتی با یک بازی عمومی ما شباهت دارد که یکی ها سوال می دهند و دیگرها جواب. گفت ابوطالب که در آخر چنین مجلس برایش غیر عادی بسا خسته گشته بود. سوال: تیر است از کمان توکلن از سر داده. جواب: تیر است به نشان رسیده. سوال جواب: علامت سوال علامت خطاب. گذشته سوال حاضر جواب. داغستان کهنه به کمپیری در بالای آتشدان نشسته مانند بود. داغستان کهنه علامت سوال بود، داغستان امروزه علامت خطاب است. داغستان امروزه شمشیر است از نیام کشیده و بالا برداشته. وقتی که به داغستان انقلاب آمد، هراسیدگان آن پیشگویی میکردند که ها نگفته ملت‌ها، زبان‌ها، نام‌ها، رنگ‌ها برهم میخورند. میسیده به مروسیه و موسی و به واسیه تبدیل می‌یابد. میگفتند که آدم حتی فرصت نمی‌یابد که از کدام ملت و کجایی بودن خود را اندیشه بکند. همه را به تگ یک کورپه عموم می‌خوابند. بعد پرزورها کورپه را به بالای خود کشیده میگیرند و کمزورها خنک می‌خورند. داغستان به گپ این گونه آدمان گوش نداد. عضو حکومت کوهستان حیدر بوماتف به سن کشتی که او را به خارجه می‌برد برآمده ایستاده گفت: سخنهای من به دل آنها راه نیافت. میبینیم که عاقبت چی میشود. چی شد این عاقبت را همه دیده ایستادند. در این بابت کتاب‌ها نوشتند و سرودها خوانده شدند. هر آن کس که گوش دارد بشنود، هر آن کس که چشم دارد ببیند. یک کوهستانی از کورپه عموم ترسیده داغستان را ترک گفته به ترکیه رفته بود. پس از 50 سال وی به کوهستان ما آمد تا ببیند که ما چه حال داریم. من او را به تماشای مخچ قلعه تکلیف کردم. سابق شهر پورت پتروفسک، شهری که نام پادشاهی روسیه را داشت، اکنون نام انقلابگری داغستانی مخچ را دارد. من به مهمان کوچه های به نام باتیرای، اولوبی، کپیف، کوچه های را به نام فرزندان داغستان را دارند نشان دادم. مهمان به هیکلی در خیابان لب بحر بودن سلیمان استالسکی مدتی مدید نگاه کرده ایستاد. وی در کوچه لنین هیکلی پدری من غمزد سدسه را دید. پیش از مهاجرت خود پدری مرا می شناخته است. او را عالمان فیلیال اکادمی علم‌ها پذیرایی کردند. با کارمندان پژوهشگاه علمی تاریخ، زبان و ادبیات ملاقات و گفتگو داشت. وی تالارهای آثارخوانی تاریخ و صنعت داغستان را تماشا کرد. اونیورسیته را که در 15 فاکولته آن پسران و دختران کوهستان تحصیل میکنند رفته دید. بیگاه ما به تئاتر دولتی آور رفتیم. در تئاتر آور که نام فرزند آور را دارد، آورها نمایشنامه در وصف آورزن نوشته درامنویس آور را تماشا میکردند. آن نمایشنامه انخیل مارین نام داشت و مؤلفش حاجی زولاف بود.
هنگامی که در صحنه هنرپیشه خلقی روسیه فاطیمه خزرای و سرودی مارین، سرودی قدیمی اوریراخان مهمان من خودداری کردن توانست و چشمانش پر اشک شدند. در میدان در نزد هیکل لنین او مدتی زیاد ایستاد. سپس گفت من خوابم یا بیدار؟ این خوابتان را رفته از ابرهای ترکیه نقل بکنید. باور نمی کند. اگر به چشمم نمی دیدم خودی من هم باور نمی کردم. ابوطالب این طور گفت باری اول من نیچه را بریده نیلبکی ساختم و آن را نواختم. صدای نیلبکی مرا اول شنید. ثانی شاخی درخت را بریدم و توتک ساختم و آن را نواختم. آواز توتکی مرا در کوههای دور شنیدم. بعد من درخت را بریدم و سرنای ساختم و صدای آن را تمام اهل داغستان شنید. سپس من قلمکی را گرفتم و برای کاغذ شعر نوشتم. شعری من پرواز کرد بیرون از حدود داغستان رفت. ای عقابان، با چه جذبه این قدر دل بسته ای؟ بر مکانی که تمامی سال برفستان بود. ما نه گرمی خواست داریم و نه فیض و نه سخا، در بلندی زیستن تدبیری آزادان بود. هم دیاران، با چی مهر این قدر دل بسته ای؟ بر دیاری که طبیعت را نبیتوان رام کرد. ما نه سودی خیش جوییم نه گرمی بس است که این بلندی بهر ما آزادی را انعام کرد. ولی 100 سال اگر تو دیده ای عمر، سرت همچون خرد پیر است و سالار. بگویم راست پیش جمله مردم، به دنیا چشم نگشادی تو زنهار. القصه بار دیگر تشکر به تو ای تقسیم کننده زبانها، برای آن تشکر که کوههای ما، اولهای ما، دلهای ما را فراموش نکردی. تشکر به همین شما هم که با زبان مادری خود می سرایید و فکر می کنید. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 37.